مأموریت کلانترین کان انگشت در تاجیکستان فان یغنوب نیت دارد از سال آینده استخراج انگشت را زیرزمینی برآورد، زیرا به قول آنها بعد 3 سال ذخیره انگشت در روی زمین به انجام میرسد. جایی که ما قرار داریم نخست کارهای ترکیش انجام داده شده و بعدا انگشت از دیگر قبض‌های کوه جدا کرده می شود. از روی نشانداد آمار نیم ساله اول سال روان، حدود 60% انگشت فان یغنوب به مرکز برق و گرمدهی دوشنبه و باقی مانده اش به کارخانه‌های عظیم صنعتی تاجیکستان به مثل تالکو، تاجیک سمنت و به گرمکنی منزل ساکنان در سردی استفاده شده است. تالکو قبلا برای کارکرد آلومینی از گاز استفاده می برد و از سال 2012 بعد قطع شدن انتقال آن از ازبکستان به انگشت گذشت. مرکز برق و گرمدهی شهر دوشنبه از سال 2015 به فعالیت آغاز کرد و از روزهای اول ساکنان پایتخت را اساساً به حساب انگشت با گرمی تامین می کند. در اینجا انگشتی که از کان استخراج می شود و دو قسمت جدا کرده می شود، به قسمت خاکه و قسمت انگشت مخصوص. قسمت انگشت مخصوص یعنی که انگشت جاله آن به کارخانه آلومینی تالکو فرستاده می شود و این قسمت خاکه آن باشد و مرکز برق و گرمدهی شهر دوشنبه فرستاده می شود. حالا نرخ 1 تن انگشت خاکه در کارخانه فان یغنوب تا 200 و انگشت نوع اصلی یا جاله 280 سومانی نرخ دارد. موافق اساسنامه اقتصادی در تاجیکستان اگر از 5 کوب کارهای قبض‌گشایی گذرانده 1 تن انگشت استخراج شود، الکی آن ضرر آور به حساب می رود. با گفته مسئولین کان، قسمت شرقی فان یغنوب حدود 2-3 میلیون تن ذخیره دیگری دارد که به طرز گشاد آن را استخراج نمودن ممکن است. یعنی که سرحد فایده‌ناک کارهای قبض‌گشایی الکی به آخر میرسد، چون که از لایحه‌ای که اینستیتوت کارآگاهی برشخت فدراسیون اتحاد شوروی گیم ساخته است، قطعه کاریر نامگذاری شده است، کوفیسیانت میانه قبض‌گشایی در قطعه مذکور به 9.7 متر کوبی به 1 تن انگشت راست می‌آید که الکی ببینید که فایده آور نمی‌شود، برعکس ضرر آور می‌شود. لایحه استخراج زیرزمینی انگشت با 8.5 میلیون دلار عملی کرده می شود. مقامات کارخانه فان یغنوب میگویند مبلغ قسما از حساب فایده صافی کارخانه و سرمایه داخلی و خارجی برآورده می شود. مقامات میگویند منطقه انتخاب شده برای استخراج زیرزمینی انگشت دارای 3 میلیون تن ذخیره انگشت بوده، دوام 14 سال استخراج می شود. در نظر است که کارهای استخراج زیرزمینی انگشت در کان فان یغنوب از سال آینده شروع شود. این کارخانه یکی از مکانهای اصلی به کار تامین بودن و وسیله روزگذرانی برای بیش از 200 نفر ساکن ناحیه عینی است و در صورت فعال نشدن لایحه نو احتمال دارد تا چند سالی نزدیک اکثر کارمندان بیکار مانند. خاور نوروف ساکن 30 ساله این ناحیه طول 10 سال است که به حیث شختیار کار میکند و رزق و روزی خانواده و 3 فرزندش را از این زحمتش به دست میآورد. چیکار کنم؟ همین کار سر کردیم، همین ساختی رفتیم. خیر که بو هست آدمی که مثال خیر کار وزبین، کار همیشه وزبین است، همیشه وزبین و خیر بابای کار دانستن در کار فهمیدن کار. کان فان یغنوب در عموم دارای ذخیره قریب 1.5 میلیارد تن انگشت می باشد. کارهای استخراج کان از سال 1936 شروع شده است و سالانه بیشتر از 600,000 تن انگشت نوع کوکس استخراج می شود. سال گذشته در تاجیکستان 1,200,000 تن انگشت استخراج شده است.